حالا حاضر در جامعه معاصر تصور کردن نقش بزرگ آنها البته خیلی بزرگ است. امروز در اقصای عالم شاید ما کشوری را پیدا کرده نتوانیم که از روند انتخابات استفاده نکنیم. انتخابات در پیش ایستاده به خاطر تشکل یکی از شاخه‌های خیلی مهم حاکمیت دولتی، حاکمیت قانونگذاری نگرانیده شده است. اگر ما به ماده 9 کنستیتوسیون نظر افکنیم، در آنجا آمده است که حاکمیت دولتی و شاخه حاکمیت قانونگذار، اجرایه و سودی تقسیم می شود. ببینید که در رده‌بندی در مقام اول حاکمیت قانونگذار و این البته بی سبب نیست.